آقا اینجا تنگزاغه بعد از تونل تنگزاغ. اینا چند ماه پیش بنده خداها تو تونل تصادف میکنن، بعد او تانکر بارش سوخت بوده که فوری میگیره و 7-8 دستگاه توی تونل اینجوری ذوب میشن لامصب. حرارت داخل تونل هم انقدر بالا بوده که ببین اصلا چیزی از مندل و نمیدونم هیچی از ماشینا نمونده، حتی شاسی هاشون هم ذوب شده. حالا این معلوم نیست، من فکر میکنم این یه کایکس باشه، احتمال زیاد این کایکسه. لامصب حرارت وحشتناکی به اینا خورده.